الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من حبیب رهیاب هست، رئیس نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان هستم و فرزند یکی از قربانیانی هم که امروز من و شما برای زیارت آنان به اینجا آمده ایم و من به نیابت از نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان تشریف آوری تک تک شما عزیزان را به اینجا خیر مقدم عرض میکنم. ما آمده ایم دور هم جمع شده ایم تا درد مشترکمان را که سالهای سال در قلب نگه داشته بودیم امروز در حضور همدیگر باز کنیم و بر قاتلان عزیزانمان نفرین بفرستیم و از خلق و پرچم بخواهیم که خلق و پرچم دیروز بیاید و بر جنایتی که کرده اید پاسخ دهید و بر دولت امروزی بگویم که سکوت شما و بدرقه با سکوت شما در قبال این جنایت شرکت در این جنایت است و به دیروز بگویم که ما تو را فراموش نکرده ایم و به امروز بگویم که ما تو را به خاطر خواهیم سپرد و به فردا بگویم که ما تلاش خواهیم کرد و تو را خواهیم ساخت. عزیزان ما که امروز اینجا خوابیده اند همه عاشقانی بوده اند، عاشقان آزادی، عاشقان پیشرفت، عاشقان تفکر باز و عاشقان این کشور و از همه مهمتر عاشقان همسران خود بوده اند، عاشق تبسم همسران خود بوده اند، عاشق خنده فرزندان خود بوده اند، عاشق بودن با خواهران، مادران، والدین و پدران خود بوده اند. عزیزان ما عاشق آنچه بوده اند که ما و شما امروز تا هنوز تلاش میکنیم تا آن جامعه ای را که آنان میخواستند دوباره بسازیم. اینها جاودانه اند، جاودانه در قلب من و تو، جاودانه در این سرزمین و جاودانه در این جایی که امروز اینها خوابیده اند و خاطر آن خوابیده اند تا من و تو راحت باشه، تا من و تو امروز بتانیم به آزادی کامل آنچه را که میاندیشیم بازگویی کنیم. ما امروز آمده ایم که تا با فراموشی تاریخ مبارزه کنیم و تاریخ را بستیز بخواهیم و بگوییم که ما فراموش نمی کنیم. ما امروز آمده ایم تا این را تکرار کنیم و بگوییم که تاریخ خوب بنیاد خوب برای جامعه و فردای بهتر هست. ما آمده ایم امروز تا اعمال جنایتکارانه خلق و پرچم را و همسلکان امروزی آنان را محکوم کنیم. خلق و پرچم، طالبان و تروریستان همه از یک سلکند و همه از یک سلخند به خاطر آنکه طالب و پرچم هر دو دیروز آنان میخواستند، امروز طالبان میخواهند که با گسترش سایه ترس، ارعاب و وحشت حاکمیت خود را گسترش بدهند. دیروز آنان بر ریش ماندن مردم کار داشتند، امروز طالب بر ریش نماندن مردم کار دارد. دیروز آنان از رسانه‌های آزاد ترس داشتند، امروز طالب از رسانه‌های آزاد ترس دارد. دیروز آنان مانع تفکر باز بود، امروز طالب مانع تفکر باز است. ما آمده ایم امروز تا این مطلق گرایی و این جسم‌اندیشی طالبان و خلق و پرچم که همه از یک سرخن محکوم کنیم. به خاطر اینکه این اعمال جنایتکاری آنان تا هنوز سفری نشده که طالب امروز دوباره میخواهد با آن جسم اندیشی مطلق گرانه خود ما را دوباره به طرف همان روز ببرد. ما میتوانیم که این را شکست بدهیم، مطلقا میتوانیم این را شکست بدهیم اگر ما خود را تعریف کنیم، اگر ما خود را تعریف کنیم و این تعریف ما نباید شامل آنچه که ما برای آن هستیم بلکه شامل آن معرفه هایی گردد که ما علیه آن هم هستیم. بله ما آمده ایم تا امروز بگوییم ما علیه وحشت و ترور و انسان کشی هستیم. ما آمده ایم تا بگوییم ما علیه آدم ربایی هستیم، ما علیه رشوت ستانی هستیم، ما علیه گروگانگیری هستیم، ما علیه همه آن جنایت هست که امروز در افغانستان صورت میگیرد هستیم. خب ما به عنوان فرزند خانواده های قربانیان خواستهایی دارم. بعضی از این خواستها در قطعنامه ما امروز مندرج شده است که بعدا برای شما خواهد خواند.
اما من به عنوان فرزند یک قربانی با تاکید از دولت امروزی میخواهم که منطقه‌ای که ما در آن امروز قرار داریم غیر نظامی بسازد تا فرزند مانند من و یا دختر و پسر قربانیان مانند من به خاطر خواندن دعا درد دل کردن با پدر خود و یا به عزیز از دست داده خود از دولت ناچار نباشد که برود و اجازه بگیرد. ما امروز اینجا جمع شده ایم تا آن جنایت خلق پرچم را محکوم کنیم که سالهای سال مادر را منتظر فرزندش 35 سال نگه داشت. ما آمده ایم تا بگوییم که نباید هیچ کسی، هیچ خانم، هیچ همسر منتظر شوهرش ننشیند تا گیسوان زیبا سیاهش در انتظار سفید گردد. ما این درد دل داریم. میخواهم بارها دل خودم شخصا و از دوستانم که با من مثل من فرزند قربانی هستن یادآوری کردن که بارها دلشان تنگ شده و خواستن که برن به یک جای حداقل بر جایی که پدرشان یا عضو خانوادهشان دفن شده دعای بخوانند، گل بگذارند، درد دل بکنند. و این درد دل ما امروز ناچار هستیم هر باری که بخواهیم باید از دولت اجازه بخواهیم. بله، تجربه 35 سال گذشته برای ما آموخت. ما در این 35 سال گذشته در جنگ آموختیم، در بدبختی آموختیم که با جنگ نمی شود همه چیز رو به دست آورد. ما در این 35 سال آموختیم که باید بین عفو، فراموشی، صلح و عدالت باید پل ارتباط برقرار کرد و این پل را باید با آوردن عدالت برقرار کرد، چرا که عدالت ما و شما را ناچار می سازد که ارزش های خود باز تعریف کنیم. ما تا هنوز آن ارزش هایی را که داشتیم ما را به سوی جنگ برده است. باید از جنگ به طرف صلح حرکت کرد و برای حرکت کردن به طرف صلح نیازمند هستیم تا ارزش هایی را که به آن نیاز داریم باز تعریف کنیم و این تعریف ارزش های جدید ما را به طرف دیروز میبرد تا دیروز خود را ارزیابی کنیم. بله، ما دیروز را نمیتوانیم فراموش بکنیم برای آنکه دیروز با امروز ما هست، دیروز بر امروز ما تاثیرگذار هست، دیروز با امروز فردای ما را رقم میزند. باید با دیروزمان کنار آمد. کشورهای دیگری که مانند ما گذشته تاریک داشتند گذشته خود را یک بار نگریستند و بعد با نگرش بر گذشته تاریک خود ارزش‌های جدید را تعریف کرده و بنیاد یک جامعه جدید را بنیاد گذاشتند. ما نیز باید چنین بکنیم. نگاه کنید به کشورهای امریکای جنوبی مانند برزیل و آرژانتین، نگاه کنید به کشورهای اروپایی از آلمان گرفته تا پولند، نگاه کنید به کشورهای افریقایی از سیرالیون تا افریقای جنوبی. همه اینها ناچار شدند ارزش‌های جدید را برای خود تعریف کنند. ما نیز باید تعریف کنیم. نگاه کنید به کشور همسایه ما که در سالهای 90 مانند ما و شما درگیر جنگ داخلی بود. نگاه کنید به تاجیکستان، آنها نیز مانند ما و شما در سالهای 90 جنگ داخلی داشتند، اما بعد از مدت دولت و گروه‌های اسلامی با هم کنار آمدند و کمیته هیئت‌یاب را موظف کردند تا عوامل جنگ را در آن کشور جستجو کرده و زمینه‌های نزدیک شدن آنان را با هم فراهم سازند. آنان امروز در صلح و صفا زندگی میکنند، ما تا هنوز در جنگ ادامه داریم. من از دولت میپرسم که اگر شما با این سیاست تضرع و خوشامدگویی را که برای جنایتکاران داشته اید، اگر صلح را برای ما برمغان آورده اید، سیاست شما درست است. شما با سکوتتان جنگ بیشتر در این کشور آورده. شما اگر جنایتکاران دیروز محاکمه میکردین، امروز یک جنایتکار دیگه جرأت نمیکرد که بیای انتحاری بکنه و مردم های بیگناه ما و شما را بکشه، به خاطر که اونا مطمئن است که فردا دوباره در قدرت سهیم میشه و هیچ کسی نیست که یخنه اونا را بگیره، به خاطر که ما در خانه ملت قانون عفو و مصالحه ملی را پاس کرده. پس چگونه مردم دیگه از اینجا ترس بخورن و جنایت را مرتکب نشن؟ بله مرتکب میشن، به خاطر که دولت ما، حاکمین ما، هر کسی که در این کشور آمده جنایت را که دیگران مرتکب شده، آسیب را که ما خانواده ها دیدیم اونها بخشیدن. آخر شما کی هستین که جنایت میبخشید؟ این جنایت آسیبی هست که شخصا برای من رسیده.
من حق دارم این را ببخشم، نه آن که شما در که به نمایندگی من در پارلمان رفتین آنها را ببخشید. این دلیلی هست که ما امروز اینجا جمع شده و از شما دوستان و عزیزان خواستیم و خواهش کردیم که بیایید با ما، به خاطر که در اینجا آن جنایت بزرگ اتفاق افتیده. اگر ما فراموش بکنیم گناه هست. گناه نه تنها در قبال اینان بلکه برای آینده این کشور و این ملت. ما باید به این جنایتی که خلق و پرچم مرتکب شده آنان را پاسخگو قرار بدهیم، از آنان بپرسیم که بیاین جنایتکاران و جنایتی که کرده اید پاسخ دهید. این است آن خواهشه که من به نمایندگی یا به نیابت از نهاد بازماندگان قربانیان از شما عزیزانی که اینجا هستین دارم که ما را در همین دایره عدالت خواهی حمایت کنید. ما اینجور نیستیم، ما فنبگیر نیستیم، ما دنبال قدرت نیستیم، دنبال حرکت سیاسی نیستیم، هیچ خاص غیر از عدالت نداریم. ما میخواهیم که یک جا با شما دایره عدالت خواهی را در این کشور زنده نگه داریم، به خاطر که همه خواستن که این دایره را فراموش کنند و هر کس تلاش کرده که دایره عدالت خواهی را فراموش کنه. و اگر ما عدالت فراموش کنیم صلح نمیتوانیم بیاوریم. صلح نمیتونه پایدار باشه مگر اینکه عدالت تطبیق کرده. این است آن خواست و آن تقاضایی که من شخصا به نیابت از نهاد بازماندگان از شما دارم که ما در راستای اینمی حرکت در امی جنبش عدالت خواهی حمایت کنید. ما فن نمیخواهیم، ما دنبال قدرت سیاسی نیستیم، ما فقط عدالت میخواهیم. بازماندگان قربانیان هستیم و مانند همه مردمان این کشور آسیب دیده. جنایت را که مرتکب شدن خلق و پرچم، جنایت را که سایرین مرتکب شده، باید کسان پاسخگو قرار داده شود. این جنایت از خلق و پرچم آغاز کرده و پاسخگویی هم باید از خلق و پرچم آغاز شده. من از زیاد وقت شما عزیزان نمیگیرم و همین خواسته که از شما داریم که ما را در این راه اندازی که جنبش دادخواهی حمایت بکنید. پیام های من از شما خاتمه باشد. تشکر از توجه همه‌تان و در اخیر باز هم از تشریف آوری تک تک شما عزیزان در این گرد همایی تقدیر میکنم و ابراز سپاس. سلامت باشد.